جهانگیر با بازی چشم‌نوازی دیگر توانست با 3 گل از صد فجر سپاسی شیراز به راحتی عبور کند. درود بر تاجی‌های کبیر سرور هر چی لونگیه. توپ روی پای چپش بود با مهران احمدی درون محوطه جریمه فرصت برای یاسر حسانی زد به راهم میزنه. چپ میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. زننده گل یاسر حسانی دقیقه 40 سینا شاه عباسی هست. به این شکل بله به دستش برخورد کرد. غلامزاده پنالتی گیر هست. ببینیم در این صحنه چه میکنه که توپ از کنار دستش به درون دروازه میره و گل دوم استقلال به ثمر میرسه. اما پیروز قربانی و ریکاردو ساپینتو برای نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد زد؟ اشتباه فرب غلامزاده و ضربه‌ای که سعید سرخیزان زد تا از کنار دروازه با پای راست به روی دروازه. فرصت برای استقلال در اون محوطه جریمه است. پشت محوطه محکم ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه.